زمانی که ما اومدیم اینجا سال 1397 بودش. اومدیم این زمینی که زمین اجدادی من بود، زمین مادر بزرگم بود، فروخته شده بود. حالا بالاخره وراث فروخته بودن به افراد غیر بومی و من بعد از حدود 20 سال که اینجا دوباره برای فروش گذاشته شد این باغ چایی رو دوباره خریداری کردیم. منتها خونه مادر بزرگم به کلی از بین رفته بود، قابل بازسازی نبود و ما شبیه همون خونه مادر بزرگم با همون سازه های قدیمی، خشت، گل، چوب، سنگ، همون سازه رو دوباره اینجا بنا کردیم و سعی کردیم که اون خاطره اون گذشته رو دوباره زنده کنیم. برگشتیم از کرج که زندگی می‌کردیم، به اتفاق خانواده 1400 کلاً اومدیم دیگه به شهر خودمون. اینجا رو دوباره احیاش کردیم و بومگردی رو راه انداختیم. زمانی که اینجا راه انداختیم دیگه مهمونا می اومدن می دیدن، اونا مثل من خیلی لذت می بردن از اینجا. شاید حالا خودم زیاد پیگیر این قضیه نبودم که اینجا رو به صورت حالا مزرعه گردشگری تبدیل کنم، چون مزرعه گردشگری هم جدیداً باب شده، حالا شاید قبلا انقدر نبوده یا من کم اطلاع بودم از این موضوع. ولی چرا الان دوست دارم مهمونا بیان همین تجربه چای درست کردن رو از نزدیک ببینن که به چه سبک و سیاقی انجام میشه و ببینن از نزدیک که چه اتفاقی افتاده، قدیما چه جوری زندگی میکردن، سبک زندگی‌هاشون چه جوری بوده، کجا زندگی میکردن، خونه‌هاشون چه شکلی بوده. من خواستم یه لوکیشن کامل از زندگی قدیمی رو حداقل اینجا احیا کرده باشم. سعی کردم تو این روستایی که همه قدیم که حدوداً 30 سال پیش همه این سبکی زندگی میکردن و دیگه خبری از اون سبک زندگی نیست، خواستم یه گوشه‌ای رو حداقل حفظ کرده باشم. من حدوداً 1400 که اینجا رو شروع کردم، خیلی چون با صفر کاملا شروع کردم، خیلی دنبال وام بودم که حداقل یه تحصیلاتی به من داده شه، حداقل یه کمکی به من بشه که بتونم اینجا رو بهترش کنم، رونق بدم. ولی هرچی دوندگی کردم تا به امروز حتی 1 ریالی از اونجا دریافت نکردم و همچنان به من قول میدن که شما تو صف نوبت. کسی که میاد تو این کار اولا باید عاشق این کار باشه، چون خیلی سختی‌های زیادی داره، خیلی مشقت‌های زیادی داره، خیلی دوندگی‌های زیادی داره و موندن تو این کار یه آدم خیلی قوی. شاید حالا 100% اغراق باشه ولی 80% تمام حالا هزینه‌ای که حالا مهمونا از اینجا حالا دریافت میکنم خرج خود بومگردی و اقامتگاه میشه. مساحت باغ چایی و بومگردی که کنارش قرار داره حدوداً 2000 متر میشه، 3000 متر میشه که حس خوبی به من میده به خاطر اینکه پدر بزرگم این بوته‌ها رو کاشته و تا حالا من سعی کردم حفظش کنم، نگهداری کنم ازش و برام خاطر انگیزه. در کنار بومگردی فکر کنم حس خوبی هم به مهمونا میده، براشون شاید خیلی جذاب باشه. بابام اون موقع چون باغ چایی داشت، همیشه که بهار که میشد و برداشت چین اول، چایی‌ها رو میکند، چایی‌های سرگلو و می آورد خونه و با دست این چایی‌ها رو درست میکرد و ما نگاه کردیم و از بابام یاد گرفتیم. ظرفایی که قدیم بوده که ازش برای چای استفاده میکردن بهش میگفتن چای لاک که داخلش شیارهای خیلی خوشگلی داره همینطور که میبینی و چایی قشنگ توش وقتی مالش داده میشه نباید خورد شه. این شیارها باعث میشه که چایی بهتر مالش بخوره، حالت پیچ به خودش بگیره، خورد نشه. چای ایرانی رو که دم میذاری حداقل باید 20 تا 25 دقیقه قشنگ بذاری رو بخار تا دم بکشه. وقتی که دم کشید حالا رنگ چایی رو به شما نشون میدم، خودتون از نزدیک ببینید، بدون هیچ اسانس و افزودنی و رنگ بسیار خوش رنگ.